قبل از مردن توبه کردن. مویسفیدی که سالش از 90 گذشته بود نزد حضرت حسن بصری می آید و می گوید من می خواهم که توبه کرده راهی راست را اختیار بکنم. حسن بصری هم خواست به مویسفید لطیفه کند و گفت ای مویسفید مگر کمی دیر نشد؟ مویسفید چخیل دیر شده است؟ پیش از مردن آمدم. حسن بصری درست فرمودید، شخصی که پیش از مردن می آید در وقتش آمده است. شرح: در حدیث رسول الله درود خداوند بر او فرموده است برگردید به الله قبل از آن که می میرید. آخری نفس خیلی مهم است برای آن که نفس آخر خیر و آسان براید. پس ما را می باید که عمرمان را با توبه و استغفار، عبادت و عملهای خیر گذرانیم. نه بر هر کس پیرانسالی نصیب می کند. مرگ را همه وقت باید انتظار شد. خدایا و ما توبه منصوح نصیب بگردان. درسی مست به عالم. عالم مست را می بیند که بر زمین افتیده است و احوال خود را فکر کرده کبر می کند. حتی با کنار چشمش هم به سوی مست نگاه نمی کرد. مست سرش را برداشته به عالم چنین می گوید ای ذات محترم، بر نعمتی که رسیده شکر بکن. هرگز کبر مکن، زیرا از کبر محرومیت حاصل می گردد. شخصی را دیدی که دستش را بستند، بر او مخند، شاید به سر تو هم آید. تقدیر نامعلوم است، شاید روز تو هم به مثل من بر زمین بیفتی. شرح: مومن شخصی را ببیند که گناه کرده ایستاده است نباید او را حقیر شمارد. احوال خود را دیده نباید کبر بکند، برعکس باید رحم کند. برای اصلاح دیگران دعا بکند. برای به احوال شر نافتیدن به الله تعالی استغفار و تولا نماید. کسی حق سنجش ایمان کسی دیگر را ندارد. خود را دائما خوب و شخص گناهگار را نباید بد ببیند. حکمت 197: کوشش به دست آوردن رزق حلال. استاد امام شرانی با اسم علی حواس نفقه خود را با توانایی خود به دست می آورد. در اول صابون و دیگر محصولات تازه کننده می فروخت. بعدتر به فروش زیتون شروع نمود. بعد چند مدت به این کار هم خاتمه داد و به بافتن سبد مشغول شد. روز چشمان علی حواس ورم کرد، اما سبد بافی را ادامه می داد. یکی از دوستدارانش نزدش آمد و برایش مقدار پول داد و گفت استاد این را گیرید و صرف کنید تا صحت یافتن چشمانتان استراحت نمایید. علی حواس پول را نگرفت و چنین فرمود حتی با این احوالم پاک بودن نفقه به دست آورده‌ام را باور کردن نمی توانم. پس چگونه حلال بودن آورده دیگری را باور کنم؟ شرح: بزرگانمان در مسئله لقمه چنین با احتیاط و حساس رفتار می کنند. از کجا آمدن پول را باید دانست. دانسته و یا نادانسته خیر مردم را برای ساختمان بیمارخانه، مکتب و یا مسجدی نباید قبول کرد، زیرا باعث برخیستن فتنه می گردد. حکمت 132: دانایی ماهیگیر. ماهیگیر ماهی مقبول می قپد. ماهیگیر می خواهد که ماهی داشتهش را به شاه تقدیم نماید. راه سوی قصر شاه می کند. در این اثنا شاه نیز به بیرون نظر دارد. ماهیگیر را می بیند که با عذاب و مشقت قدم زنان آمده ایستاده است و به محافظان دستور می دهد تا ماهیگیر را نزدشان بیارند. شاه به ماهیگیر 40 تنگه طلا می بخشد و ماهیگیر خرسندانه از در می براید. زن شاه که کمی دورتر حالت را نظارت می کرد
به شاه گفت چرا به ماهیگیر اینقدر تنگه طلا بخشیدی؟ در صحن قصر از دست ماهیگیر یک تنگه طلا می افتد. خم شده تنگه طلا را می گیرد و بوسه می کند. همسر شاه این حالت را می بیند و به شاه می گوید او طلبنده است، چرا به او اینقدر تنگه طلا بخشیدی؟ تنگه به زمین افتیده را بوسه کرد. شاه ماهیگیر را جیغ می زند و می گوید ما به تو اینقدر تنگه طلا دادیم، یک تنگه طلا چی است که خم شده گرفتی و بوسه کردی؟ ماهیگیر گفت من از حسی گرسنه چشمی تنگه را از زمین نگرفتم، بلکه به خاطر گرفتم که در آن تنگه رسم شما است. من خودم را سرزنش کردم که چرا تنگه را افتاندم و به خاطر احترام آن را برداشتم و بوسه کردم. شاه از این سخن خوشش می آید و به ماهیگیر 40 تنگه طلای دیگر می بخشد. ماهیگیر با خوشی از قصر می براید. همسر شاه باز به غضب می آید و می گوید که برای یک ماهی 80 تنگه طلا دادن کاری عاقل نیست. شاه جواب می دهد که کاری شدگی شد، دوباره گرفتن از روی آداب نیست. همسر شاه به شاه می گوید که ماهیگیر را دعوت بکن و بگو که ماهی نرینه است یا مادینه. اگر نرینه گوید پس بگو که به من مادینه لازم و اگر مادینه گوید پس بگو که به من نرینه لازم. شاه باز ماهیگیر را دعوت می کند و سؤال را چون خواست همسرش می دهد. ماهیگیر می گوید که این ماهی نه نرینه هست و نه مادینه، بلکه خنثی است. شاه از جواب ماهیگیر خوشش می آید و باز 40 تنگه طلا می دهد. شاه به همسرش نگریسته می گوید دیگر سخنت را گوش نمی کنم، زیرا برای یک ماهی 120 تنگه طلا بخشیدم. شرح: پیش از آن که قدم می گذاری جای قدمی مانده‌ات را بدان تا اینکه نافتی. فلسفه به خودمان سؤال کردن را می آموزاند. کور و قرآن. مردی به خانه درویش مهمان می شود. درویش نابینا بود و تنها زندگی می کرد. در خانه درویش قرآن بود. نصف شب آواز قرآن می شنود. مرد حیران می شود که آخر صاحب خانه کور است. مهمان بیدار می شود و می بیند که درویش قرآن تلاوت دارد و با دستانش آیتها را تعقیب دارد. مهمان می پرسد چشمان تو نمی بیند و تو چگونه هم قرآن می خوانی و هم آیتها را تعقیب می کنی؟ درویش: الله که خواهد همه چیز می شود. من قرآن خواندن را دوست می دارم و به خدا دعا کردم که خدایا من قرآن خواندن را دوست می دارم و وقتی خواندن قرآن چشمان مرا بینا بگردان. الله تعالی دعای مرا قبول کرد و من هر وقت که قرآن را دستم می گیرم چشمانم بینا می گردد. شرح: تا آن وقتی که جان در تن داریم نعمتهای عطا شده را در عمل خیر باید استفاده کرد. امروز باید خواند، زیرا در قبر خواندن نمی توانیم. قدر نعمت و شکر نعمت دهنده را باید کرد.